عرض سلام و تسلیت دارم خدمت همه برادران و خواهران افغانستانی عزیزم. یک خبری رسیده از اینکه یک زلزله اومده در 6 جای افغانستان، یا 6 تا زلزله پشت سر هم دیگه اومده و خیلی خرابی بسیاری داشته و یک سری هم که جان باختن. اینجا تسلیت میگم به خانواده گرامیشون، انشالله که غم آخرشون باشه و ما رو حتما در غم خودتون شریک بدانید. بریم با هم دیگه ویدیویی هست از شهر هرات که به شدت داغون شده. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم که ببینیم میزان خسارتش در چه حده. 7 ساعت از زمین لرزه همه در تلاش بیرون کشیدن قربانیان و گیرماندگان از زیر آوار هستند. وای خرابی رو شما همینجا میتونید ببینید و متاسفانه این بافت قدیمیه، یعنی هنوز اون خشتگلیه و فکر کنم بیشتر خسارتش به خاطر همین بافت قدیمی شهر بوده. با گفته باشندگان محل بیشتر از 30 تن در این روستا جان باختند. آخ روحشان شاد، واقعا روحشان شاد. حتما ما رو در غمتون، فقط میتونم بگم ما رو در غمتون شریک بدون. یه ورور می شازه شهید سوی دی دو زمان سر یه ولور سر بل ورور می زوی شهید سوی دی دو می مسیون دی چی جمیلیان و دواره یو بنام علق دی مسیح میشه در هرام ده های وکوری اسمال دو دن کچنیان میشه نسیبی. و بالت گورم دا کشتر رخیل و داشمندی و تمام جاری خبر پر دای کوشش و که کودکانی و نیست نفسنگی واخیستن سو به دنبال زمین لرزه. آخ های پی هم باشندگان شهر هرات سراسیمه با جاده ها بیرون شدند. شهر بچه حالا اینم بگیم از این رسانه استفاده کنیم و نکات ایمنی رو بگیم. حتما به دوستان خودتونم بفرستید بدونن اگه دیدید که زلزله میاد و زلزله وقتی میاد پس لرزه هایی هم بعدش داره، حتی الامکان برید توی پارک، توی محل باز بگیرید اونجا حالا بشیرید و حالا چادر بزنید، یا اگر نمیتونید توی آپارتمان هستید و راه خروجتون خیلی زیاده پله باید بیایید توی درگاه هایی برید که با درگاه های در برید یا زیر یک میز برید. آذوقه مورد نظرتونم تا چند روز، حالا تا 2 الی 3 روز همراه خودتون در کنار خودتون داشته باشید و سعی کنید اول کودکان رو به جای ایمن ببرید، جمع کنید، بعد دیگه حالا خودتون جان فدایی کنید، بعد خودتون برید. کاملا تعطیل شده است. بخش های از مسجد جامع بزرگ هرات از جمله گلدسته های این مکان تاریخی آسیب جدی دیده است. با پشت شاخ ششته در این حد من شنیدم خیلی بسیار مرگبار بوده و 6 تا، حالا نمیدونم گفت 6 تا زلزله اومده یکی از دوستان افغانستانی، یا 6 تا یا 6 ریشتر بوده یا 6 جا اومده. زلزله شد دیدن که چرخا و دکانی نمیگه میلرزه باز فورا برای دگه همکارا و برادران آخ کاش اطلاعاتی میداد راجع به زلزله. بریم حالا بچه یه ویدیویی هست از ویدیویی که زلزله‌ای که توی هرات اومده بوده. بچه این ویدیو رو ببینیم. خب زلزله نسبتا شدید در کابل افغانستان. کابل هم لرزونده، هرات هم لرزونده. و میزان لرزش هم دیده. حالا در این ویدیو 17 نفر زخمی و 10 خانه.
اینا ویدیوهای مربوط به زلزله بچه ها. لحظه ای که زلزله دوباره جنوب ترکیه رو من چه کار دارم افغانستان می. خب دوستان عزیز این بود از ویدیویی که غم انگیز امروز ما و بسیار و به شدت غم انگیز شدم و دوستان که همیشه کامنت میذارن کامنت بذارن و از خانواده خودشون اگر در افغانستان هستن احوال اونا رو به ما حتما بگن که ما با خبر شیم که حالشون خوبه و خوشحال شیم و مجددا تسلیت میگم به افغانستان.